سلام، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. ما میخوایم امروز راجع به نگهداری فیکوس افریقایی یا فیکوس لیراتا براتون توضیح بدیم. اگر دوست داشتید این ویدیو تا آخر ببینید. فیکوس لیراتا یا فیکوس افریقایی بومی غرب افریقا هستش. توی مناطق بومی خودش باعث حتی میوه‌دی هم میرسه. همینطور ما برگ مینیاتوریشو داریم و برگ پهنشو داریم. برگ پهنشون 30 الی 50 سانتی متر هم برگاشون میرسه. برگاشون اگه شرایطش خوب باشه. همینطور چند سالیه که این گیاه میمون خونه ما شده یا اینکه یک دوست داریم یک میمون جدید توی خونه بیاریم مثل فیکوس لیراتا و اینکه نمیدونیم ازش چجوری پذیرایی کنیم. اولین چیزی که هستش نور. 80 تا 90% نور غیر مستقیم فیلتر شده از بیرون نیاز داره. اگر نور نداشته باشه اولین چیزی که سراغش میاد پوسیدگی ریشه، حاشیه برگا قهوه‌ای میشه، قارچ میگیره. بعد شپشک ممکنه زیر برگا بگیره، همینطور کنه. ولی بیشترینش پوسیدگی ریشه هستش. وقتی پوسیدگی ریشه پیدا کنه برگا دیگه لطمه میخوره. عرضم به خدمتتون از تشنگی هم باعث قارچش میشه. ولی خب بیشتر اگر نورشون خوب نباشه از عرضم به خدمتتون از کم نوری بیشتر باعث قارچش میشه. شما باید نورش رو حداقل جایی بذارید که صبح تا بعد از ظهر پس نیاز به نور لام نباشه. اگر هم میبینید کنار پنجره گذاشتید که آفتاب مستقیم میخوره حتما باید یه پرده تو رو بکشید جلوش. اگر میبینید آفتاب مستقیم روی گیاهاتون نمیتابه گیاه رو کنار پنجره قرار بدید، روزا پرده رو بزنید کنار که حداقل نور بهتری براش باشه. اگر هم نور طبیعی از بیرون ندارید مجبورید یک گیاهی رو دوست دارید توی خونه نگه دارید مثل لیراتا حتما از یه جای مطمئن نور مخصوص گل گیاه ها هستش، اونو میتونید براشون تهیه کنید که حداقل نور رو براش تامین کنید که در روز هم حداقل یه روز یادتون نره روشن بذارید درست خاموش بذارید اون باعث دوباره تنشش میشه. حتما پس نور رو بهتر بذارید. حداقل صبح تا بعد از ظهر اگر دوست دارید یه پنجره رو باز بذارید، تهویه براش داشته باشید. تهویه خیلی براش خوبه. یعنی تهویه باشه آفات هم کم میگیره. باز خاک به موقع خوش میشه موقعی که آب بهش میدید. تهویه خیلی برای همینطور که با نیاز به تهویه یا نیاز به هوای تازه داریم، اینا هم نیاز به هوای تازه دارن. یعنی حداقل باید صبح تا بعد از ظهر براشون پنجره رو باز بذارید. بیشترین اتفاقی هم که پیش میاد دیدید شما میرید مسافرت میبینید گیاهاتون تنش پیدا کردن، آسیب دیدن. یعنی حتی اگه کلید رو بدید به یک فک فامیل روزان بیان یه پنجره رو باز بزنن یا همین دروازه بسته میشه گیاها باعث لطمه خوردنشون نمیشه، گیاها لطمه نمیخورن. اینا یه سری میرن مسافرت میان انقدر به گیاها آب میدن در پنجره رو میبندن از اون ور گیاه قش میکنن. یعنی آب ندن روزا بیان یه 2-3 ساعت پنجره رو باز بذارن همون باعث میشه که 3-4 ساعت پنجره رو باز بذارن همون تهویه باعث میشه که گیاهام تا یه هفته هم تشنه بمونه طورش نمیشه، لطمه نمیخوره. ولی تهویه نباشه از اون ور میبندی با باعث قارچشون میشه، لطمه میخوره. پس تهویه هم نیاز داره گیاه که حتما باید براش پنجره در روز باز بذارید. حالا زمستون خیلی برف و بارون باشه مشکلی نداره، حتما باید پنجره بسته باشه. ولی روزایی که به خصوص تابستون و عرض خدمت بهار و یا اینکه پاییز حتما باید شما پنجره رو براشون باز بذارید. همینطور میرسیم به آبدهی. حتما باید شما آبش رو درست استفاده کنید. گلدونایی که معمولا کم آب هستن گلدونای کم آب خاکشون دیر خوش میشه، گلدونای پر آب خاکشون زود خوش میشه. ما یعنی چجوری بفهمیم که یک گیاهمون نیاز به آب داره یا اینکه نیاز به آب نداره؟ گلدونه معمولا خاک آب. ببینید الان من 3 تا لیراتا دارم، 3 نوع خاکشونه، یکی سبکه، یکی سنگینه، یکی متوسطه. همیشه خاکشو چک میکنن. اونایی که خاکش آب زود بخوان خاکشون زود خوش میشه، اونایی که دیر میخوان خاکشون هم دیر خوش میشه. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ یا با دست چک میکنیم یا چوب بستنی. اگه شما دست میزنید به اندازه گلدونایی که متوسط هستن حداقل ما میتونیم بگیم که 7 تا روز یک بار، ولی دقیق شما هفته یک بار آب بهش ندید یا 10 روز یک بار. معمولا این گلدونای متوسط 7 تا 10 روز یک بار یا گلدونه یک مقدار کوچیک‌تر 7 تا 10 روز یک بار. یه مقدار گلدونای بزرگ هستن 10 تا 15 روز یک بار باید خاکش رو چک کنید. گلدونای متوسط یا گلدونه کوچیک از اندازه 2 بند انگشت، یعنی دست میزنی میبینی رطوبت نداره، دستت گلی نشده، یعنی نیاز به آب داره. گلدونه بزرگا رو به اندازه 3 تا بند انگشت خاکش رو چک می‌کنی، می‌بینی رطوبت. یعنی من الان این دست میزنم اینجا می‌بینم دستم گلی شده، یعنی نیاز به آب نداره. همینطور چوب بستنی رو کامل میزنید توی خاکشون، می‌بینید
رطوبت داره یعنی نیاز به آب نداره. یعنی یه موقع میبینید تازه آب داره باشه یا میبینید گلی میشه. همینطور این الان ما چک میکنیم، اینم الان زودتر آب خورده یعنی تازگی آب خورده، اینم گل هستش یعنی نیاز به آب نداره فعلا. در اینکه میبینیم خاکش هر موقع که نیاز به آب داشته باشه بعد یه مدتی هم دستمون میاد که توی خونه که حدوداً چند روز یه بار باید گیاهمون رو چک کنیم که نیاز به آب داره، بعد یه مدتی دستمون میاد. شما همیشه خاک گلدون رو چک کنید، بعد مقداری آب بدید که از زیرش آب خارجه، زیر گلدونیش هم خالی کنید، تو زیر گلدونی آب نمونه باعث پوسیدگی ریشه. همینطور که از بالا نیاز داره نفس بکشن، از پایین هم نیاز به نفس کشیدن دارن گیاه، یعنی خاکشون به موقع خوش میشه. اگه گلدونای بزرگام دارید نمیتونید خالی کنید یا با سرنگ یا با حبر اگه میتونید خالی کنید، اگر هم نمیتونید سختتونه یه 4 تا سنگ میذارید. گلدون باید با آب تماس نداشته باشه، فاصله داشته باشه، میتونید این کار انجام بدید براشون. بعد همینطور هم آب هم خواستید بدید دور تا دور گلدون آب بریزید، یه جا آب نریزید، به همه جا آب پخشه. اگر هم میبینید گیاهتون خیلی تشنگی کشیده تا آب میدید فوری پس میده، حتما حالا تو ویدیوهای قبلی هم براتون گفتیم خاک گلدون رو فشار بدید، 2 دور آبیاری انجام بدید. یه موقع میبینید مسافرت رفتی یا جایی یا اینکه یاد رفت آب بشوید تا میدی آب فوری پس میده، حتما خاک گلدون رو باید فشار بدی که دور تا دورش یک مقدارم خاک متوسط روش اضافه میکنی، باز فشار میدی، یه دور آبیاری انجام میدی، بعد 20 دقیقه یه دور دیگه دوباره آب براش انجام میدی که قشنگ به همه جا آب پخشه. اگه یه موقع یادت رفته، وگرنه مشکلی نداره، دوره بعدی این اتفاق پیش نمیاد دیگه، شما همون یه دور آب بهش بدید کافی هستش. و زیر گلدونیشو خالی کنید، آبیاریشو منظم باید دور تا دور گلدون آبیاری انجام بدید. بعد همینطور سایز گلدون، شما همیشه گلدونی که میخوای عوض کنی یک سایز باید بزرگ باشه، یا گلدونی که میخرید حتما یک ماه عوض اگه نکنید خیلی براش بهتره توی خونه. اگر هم خواستید عوض کنید توی گلخونه یا تو خونه اگه دوست داشتید عوض کنید یک سایز باید بزرگ باشه، خیلی بزرگ نباشه باعث حجم خاک زیاد بشه یا رشد ریشه زیاد بشه، از اون برگ کم بده. این اتفاق خیلی پیش میاد به همه گلدونا. پس شما سایز گلدون حتما باید یک سایز بزرگتر براش انتخاب کنید. یا اینکه گلدونایی که خیلی بزرگ همیشه موچ شده دیگه، مثل اینکه این تقریبا اولش 80 سانت تا 90 سانت فکر کنم هستش گلدونه. من این الان با گلدون گذاشتم، میتونم چیکار کنم؟ دورشو پوکه پر میکنم. گلدون چون جا دارم برای رشدش، جاش تنگ نیستش، اگرم جاش تنگ باشه گلدون پلاستیکیشو بزرگتر میکنم، یه گلدون استفالی بزرگ یا فایبر گلاس هر چه باشه بزرگتر میگیرم، دورشو پوکه پر میکنم. معمولا گلدون فایبر گلاس یا فلزی معمولا خیلی رطوبت رو نگه میداره. اگه دوست دارید حتما با اون گلدونا رو با گیاهتون رو با گلدون، یعنی گلدونای معمولی که الان یه همچین گلدونی هستش، ببینید الان پلاستیکیه، شما با همین گلدون بذارید دورش هم پوکه پر کنید، چون ارتفاع زیاد میشه رطوبت رو نگه میداره، باعث همیشه ریشه ناراحت هست تو اون خاک، باعث لطمه خوردنش میشه. پس سایز گلدون بزرگام اگر میگیرید حتما باید گلدون رو با گلدون قرار بده تو گلدون دیگه. اگر هم میبینید یه همچین گلدونی میتونید بکارید مستقیم، میتونید سوراخ گلدون رو باید حتما زیاد براش سوراخش کنید که زهکش بالایی داشته باشه، خاک مناسب، نه خیلی سنگین نه خیلی سبک، متوسط، خاک متوسط میخواد براش استفاده کنید برای لیراتا. حتما همه گیاها نیاز به سوراخ زیاد دارن که سوراخ زهکش. حتما هم عرضم به خدمتتون پوکه یا عرضم به خدمتتون میتونید پرلید روی خاک گلدونتون یا پوشاله برنج میتونید یک مقدار خیلی کم روی سوراخ‌هاشون بریزید که آب تخلیهش جلوی سوراخ هم نگیره. پس سایز گلدون هم مناسب براش انتخاب کنید. حتما هم جهت نور ماهی یک بار بچرخونید، چون گیاه همیشه به سمت نور میره. شما جهتشو باید الان ببینید، این سمتش به سمت نور بوده، این سمتش هم به سمت داخل بوده. فرض کنید حتی گلخونام که میشه از سقف ما با نور داره، ولی خب آفتاب به یه سمت میچرخه، همیشه ما گیاها رو میچرخونیم 180 درجه، باید گیاهتون رو بچرخونید. حتما هم اگر مسافرت میرید یک پرستار خوبی برای گیاهاتون انتخاب کنید که حداقل گیاهاتون رو لطمه نزنن، مثل فیکوس یا هر چی باشه. رطوبت هم فیکوس لیراتا حتما رطوبت از فاصله یا همچین رطوبتی که میخوای انجام بدید حتما از فاصله باید رطوبت بهش بدید. از نزدیک اسپری نکنید که باعث قارچش بشه، یا یه دستگاه بخور براش تهیه کنید که دستگاه بخور هم از فاصله بذارید، خیلی براش بهتر هستش. یعنی شما میتونید حداقل
یه دستگاه بخور رو یه دوم فاصله دار بذارید، برای گیاهای دیگه‌تون هم خوب هستش. اونجوری خیلی برای گیاهاتون بهتره. اگر میخوای آب اسپری کنی، خیلی لیراتا آنچنانی رطوبت متوسطی میخواد که خیلی شدید هم نباشه که هی رو برگاش اسپری کنید همیشه برگا قارچ میگیره، لطمه میخوره، باعث تنشش میشه. نورش رو درست بذارید، آبیاریش رو درست کنید، تهویه‌اش رو درست بذارید که یک گیاه سالم توی خونتون داشته باشید. همینطور شما وقتی گلدونا رو خاکش رو میخواید هوس کنید، ببینید نمیدونید دیگه نیاز داره یا نداره. شما ببینید ریشه گیاه اومده روی خاک، یعنی نیاز به تعویض داره. یه موقع ببینید خاک رو کنار میزنید میبینید ریشه زیاد نداره، پس عوض نکنید هر گیاهی که باشه. خواستم یک گل حتما یا جدید تو خاکش عوض کردید یا جدید توی خونتون آوردید، خب با دوره اول با قارچکش آبیاری کنید حتما، که هر 45 با قارچکش مانکوزیب هر 45 یک بار برای پیشگیری حتما براشون استفاده کنید. همینطور هم یه تقویتی اگه میخواید بدید، مثل گرانوله من خیلی برای لیراتا، یعنی هر دوره که استفاده میکنم دیگه بعد یک ماه دو ماه میبینم پر برگ شده. یعنی این لیراتایی که میبینید من الان هرسش کرده بودم هیچ برگی نداشته، فقط یک ساقه خالی بوده که الان جای زخمش هم اینجا هستش. این الان تقریبا 4-5 ماهه برای من این برگ رو داده. این تقویتی هم خیلی براش عالی هستش که همه چی 8 عنصر داره. ارزم به خدمتون آمین اسید و فسفر و ارزم به خدمتون همه چیزی که نیاز داره کامل توی خودش هستش. پس امیدوارم این ویدیو رو مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر هم دوست داشتید ما رو لایک کنید، حمایت کنید، زنگوله رو فعال کنید، سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی